بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بزرگ توانا. انشاءالله که کاملا خوب و صحتمند باشید. شما را به درس امروزم بسیار زیاد خوش آمدید میگم. درس امروز ما درس پنجم فصل اول جغرافی صنف نهم است که درس فعلی ما شما در صفحات 15 و 16 کتاب آمده. میفهمین موضوع درس ما چیست؟ بله، جهیل ها. البته امروز در مورد جهیل های قاره افریقا ما شما خواد خواندیم و خواد فهمید. اما بیاین که کوتاه درس گذشته خودم مرور کنیم. کارخانگیتان هم حتما به من نشان بدین که ببینیم و بخیر باز درس شروع کنیم. در درس گذشته ما شما در مورد حوزه کانگو گفتیم و دریاهایی که در این حوزه وجود داشت در موردش تمام معلومات گرفتیم. گفتیم که این دریاها از کجا سرچشمه میگیره، از کجاها عبور میکنه و بالاخره به کجا میریزه. البته اکثریتش به بحیره ها میریخت. دریای مثل دریای نایجیر یا دریای زامبیزی یا دریای سنگال، سه دریایی که نام گرفتیم. البته کوچک خورده کم بود، اما این سه تا از معروف ترین و بزرگترین دریاهایی بود که در حوزه کانگوی قاره افریقا هست و ازش خوب هم استفاده میشه. گفتیم که در بخش اقتصادی ازش خوب استفاده میشه، در بخش کشتیرانی، در بخش ماهیگیری و همچنین استخراج معادنی که در این حوزه هست مثل نفت و گاز و تیل. کارخانگی هم براتون داده بودم، حتما انجام دادین. اگر انجام دادین همگی دستایتان بالا. آفرین آفرین، بسیار خوب بچه، شما هم انجام دادین. آفرین، شاباش. بین که اهداف درس خود ببینیم که با خواندن جهیل های قاره افریقا ما شما باید به کدام اهداف برسیم و دست پیدا کنیم. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. اولین هدف ما شما آشنایی با جهیل های بحرازم افریقا است. هدف دوم ما شما کسب معلومات در مورد اهمیت اقتصادی جهیل های قاره افریقا است. اما بیاین که شروع کنیم. ای که جهیل های قاره افریقا کدام هاست و در کجا هاست دانه دانه براتون میگم، یادداشتم بگیرید. بسیار خوب، قلم ها و کتابچه‌تون رو بکشین بچه‌ها. حالت است. آفرین. نکات مهم شما هم یادداشت بگیرین، بچه‌ها هم یادداشت میگیرن که فراموش ما نشه. شروع کنیم بخیر. بسیار خوب. در بحرازم افریقا جهیل‌های خرد و بزرگ زیاد وجود داره و هست که بزرگترین جهیل افریقا جهیل ویکتوریا است که حد فاصل بین کشورهای تانزانیا و یوگاندا را این جهیل تشکیل میده. کوچکترین جهیل ای قاره جهیل نگامی است که در کشور بوتسوانا قرار داره. کدام کشور؟ بوتسوانا. اما اهمیت اقتصادی و کاربرد جهیل های قاره افریقا چی هست؟ دانه دانه باید بفهمیم و ببینیم که قاره افریقا و کشورهایی که در قاره افریقا از این جهیل های خود چی استفاده میکنن. جهیل های قاره افریقا اکثرا در جنوب شرقی قاره موقعیت داره. از آب جهیل های افریقا به خاطر نوشیدن و غذای حیوانات استفاده میشه. بعض جهیل های قاره نمکساز هم میگن که هست و وقتی که آب جهیل تبخیر میشه نمکش رسوب میکنه و ته‌نشین میشه. زمانی که پرنده از یک منطقه افریقا به منطقه دیگر افریقا مهاجرت میکنه در مسیر را از آبای جهیل ها استفاده میکنن، مینوشن دیگه. وقتی که اینا مسیر طی میکنن، پرواز میکنن، خسته میشن، تشنه میشن، دوباره میان به سر آب و از آب استفاده میکنن، نوش جان میکنن، مینوشن و دوباره برای خود ادامه میتن و مهاجرت میکنن به نقطه دیگری افریقا. و از جهیل های افریقا به خاطر سرسبزی و آبیاری مناطق هم استفاده میشه. این جهیل ها معمولا توسط واتر پمپا آبش کشیده میشه به بالا و زمین ها را آبیاری میکنن و از زراعت استفاده میکنن. از جهیل های مذکور به خاطر رطوبت مناطق مختلف هم میگن که تأثیر میمانه و استفاده میشه. پس این مناطق از خشکی اینمی جهیل ها نجات میده. چرا؟ چون وقتی که تبخیر میشه دوباره رطوبت به وجود میاد و این در سطح زمین دوباره میشینه. این رطوبت باعث چی میشه؟ باعث رطوبت خود اون مناطق میشه و زمین از خشکی نجات میده. پس این مفاد اقتصادی و کاربردهای جهیل‌های قاره افریقا در نقاط مختلف و کشورهای مختلف افریقایی است. اما این جهیل‌ها در کدام قسمت‌های قاره افریقا موقعیت داره؟
دانه دانه جهیل ها را نام میگیرم و موقعیتشان هم میگم که کدام جهیل در کدام منطقه و در کدام کشور افریقایی موقعیت داره. اولین جهیل و بزرگترین جهیل قاره افریقا جهیل ویکتوریا است که گفتیم حد فاصل بین کشور تانزانیا و یوگاندا است. دومین جهیل جهیل نیاسا و مالاوی است که در شمال کشور موزامبیق و در شرق کشور مالاوی موقعیت دارد. سومین جهیل جهیل تانگا نیکاس که در غرب کشور تانزانیا واقع شده. چهارمین جهیل هم جهیل البرت است که در غرب کشور یوگاندا واقع شده ای جهیل. پنجمین جهیل جهیل رودولف است که در شمال غرب کنیا واقع شده. من بسیار دوست دارم یک بار کنیا برم. به خاطر چی؟ به خاطر که تصویرهای کنیا را زیاد دیدیم، مردمایش را دیدیم، مردمای جالب است. دوست دارم که در بین کشورهای افریقایی یک بار برم کنیا و یک بار مصر هم برم. به خاطر چی؟ به خاطر که مصر هم یک کشور آفریقایی است و جزء براعظم آفریقا است. انشالله شما همراه من خواهد رفتید. جهیل دیگر جهیل چاد است که در کشور چاد واقع شده و جهیل بعدی جهیل تاناس که در کشور اتیوپیا واقع شده. اتیوپیا هم یکی از کشورهای آفریقایی است که در براعظم آفریقا واقع شده. و کوچکترین جهیل پیشترم براتون نام گرفتم جهیل نگامیس که در کشور توسوانا واقع شده. پیشترم گفتم نامش سخت است. این جهیل جهیل نگامی است که کوچکترین جهیل براعظم آفریقا است و بزرگترین جهیل براعظم آفریقا جهیل ویکتوریا بود. این چندین جهیل در براعظم آفریقا و قاره آفریقا در نقاط مختلف و جاهای مختلف کشورهای مختلف واقع شده بود که موقعیت هر کدامش با نامایشان گفتیم و شما هم انشالله که یادداشت گرفته باشید. پس به این که کوتاه درس خود جمع بندی کنیم، بریم کار خانگی را بگوییم، باز درس بخیر تمام کنیم. ما شما در مورد جهیل های قاره آفریقا گفتیم. اولین و بزرگترین جهیلی که در قاره آفریقا هست جهیل ویکتوریا است. البته جهیل نقاط مختلف قاره آفریقا را در بر گرفته، در جاهای مختلف واقع شده. به می خاطر هم میگن که بزرگترین جهیل براعظم آفریقا جهیل ویکتوریا است. دومین جهیل جهیل نیاسا و مالاوی بود. بعد از او جهیل تانگانیا، بعد از او جهیل البرت و جهیل رودولف، جهیل چاد که گفتیم در کشور چاد است و جهیل تانا. آخرین جهیل کوچکترین جهیل که بعد از بزرگ بیشتر ما کوچکش گفتم جهیل نگامیس که جهیل میگن کوچکترین جهیل در بین تمامی جهیل های قاره افریقا است. از لحاظ اقتصادی هم این جهیل ها بر قاره افریقا بسیار زیاد اهمیت داره. به خاطر چی؟ به خاطر که به خاطر آبیاری مناطق مختلف و حاصل زراعت از آب این جهیل ها استفاده میکنن. البته گفتیم که توسط واتر پمپ آب به سطح زمین بالا میکنن و در آبیاری مناطق زراعتی ازش استفاده میشه. و گفتیم که پرنده هایی که از یک جای به جای دیگر مسافرت میکنن، مهاجر میشن، در مسیر را از آبهای این جهیل ها اونا هم استفاده میکنن و سیراب میشن و مفاد دیگره که داشت. بسیار این جهیل های قاره آفریقا بود که دانه دانه در موردشان گفتیم. حالا به این کارخانگیتان هم 3 سوال بگوییم، باز انشالله بخیر درس خود ختم میکنیم. نوشته کنین سوال اول. سوال اولی است که بزرگترین جهیل قاره آفریقا کدام است و در کجا موقعیت دارد؟ نوشته کنین سوال دوم. اهمیت اقتصادی جهیل های قاره آفریقا چیست؟ بیان کنید. سوال سوم. جهیل های قاره آفریقا را نام ببرید. بسیار خوب. نوشته کردین؟ چیز مشکل نبود؟ سوال دیگه نیست؟ بسیار خوب، آفرین. اگر بازم سوال داشتین یادداشت بگیرین، جلسه بعدی از من بپرسین، حتما براتون جوابش میگم. خود جان فهمیدی؟ چیز مشکل نیست؟ بسیار. کوشش کنین که بیاموزین، مطالعه کنین. و یکی از راه‌های آموختن مطالعه است. مثلا اگر شما یک کتاب بگیرین بخوانین، این کتاب دری صنف 9 است. اگر شما این کتاب باز میکنین، مطالعه میکنین و میخوانین، شاید 10 موضوع در بین این کتاب باشه.
و شما به اندازه نویسنده ای کتاب معلومات حاصل میکنید. پس مطالعه بسیار زیاد خوب است. البته اول باید بفهمین که شما از کدام سبکای یادگیری خوبتر یاد میگیرید. مثلا بصری یا دیداری هستین، شنیداری هستین یا خوانشی. بسیاری کسا با دیدن یاد میگیره، بسیاری کسا با شنیدن یاد میگیره، بسیاری کسا با خواندن و مطالعه کردن یاد میگیره. اگر ما شما از هر سه روش استفاده کنیم خب بسیار زیاد خوب میشه. اما این بستگی داره به نوع ذکاوت و هوش ما و شما. کوشش کنیم که قسم ذکاوت و هوش خود را تربیت کنیم که از هر سه سبک استفاده شود که خوب یاد بگیریم. چون وقتی ما شما مطالعه میکنیم ابتدا اطلاعات و معلومات میره به حافظه موقت ما، اما وقتی رو بار بار تکرار میکنیم، بار بار او را مرور میکنیم، بار بار او را در ذهن خود مرور میکنیم، او میره به ذهن دائمی ما، به حافظه دائمی و هیچ وقت دیگه فراموش ما نمیشه. مثل که من نام قدوس جان هیچ وقت فراموش نمیگیرم و قدوس جانم نام مرا. دقیقاً مترسته؟ آفرین. پس کوشش کنین که همیشه مطالعه کنین و دقیق مطالعه کنین، نکات مهم یادداشت بگیرین و او را بار بار مرور کنین که هیچ وقت فراموشتان نشه. این میشه اهمیت مطالعه در زندگی روزمره و یادگیری درسای ما شما. تا ای که با درس جدید دوباره هم دیگه را میبینیم. تمامتون رو به خداوند بزرگ میسپارم. انشالله که همیشه خوب، صحتمند، خوشحال و سرحال باشه. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.